مبارزه دیوشتیچ و همپیمانان او بر ضد عرب‌ها. سال 720 میلادی در سوخت و نواحی اطراف آن شورش‌ها بر ضد حاکمیت عرب‌ها سر زد. قائم مقام خراسان نتوانست این شورش‌ها را پخش کند. به جای او سرلشکر نامدار دیگر عرب سعید الحرشی قائم مقام نو خراسان گردید. سعید الحرشی گفتگوها را سر کرد. شاه سوغ غورک به طرف آنها گذشته به هم قومان خود خیانت کرد. فوجی از شورشگران به سمت فرغانه رفتند. در نهایت حاکم فرغانه به آنها هم خیانت کرد. عرب‌های استیلاگر سال 722 با عذاب و مشقت‌های زیاد خوجند را فتح کردند. شورش دیگر ضد عربی که در مناطق پنجکین به وقوع پیوسته بود دیوشتیچ راهبری میکرد. دیوشتیچ میخواست که قوشونهای خود را به واسطه عقبه شهرستان به خوجند روان کند، اما نشد. از حساب نابرابری قوه ها در آخر دیوشتیچ با عرب ها گفت و شنید آغاز کرد. اما عرب ها خلاف وعده خود دیوشتیچ را بیرحمانه به قتل رساندند. این شورش های ضد عربی مردمان سوخت و همپیمانان آنها به سالهای 720 تا 722 راست می آید.